آره بابا مشکل نره، بریزید تو حساب محمد. تو اصلا برای چی به این آدم اینقدر اعتماد داری؟ میخوای بدونی چرا؟ این گوشی رو بگیر، زنگ بزن به محمد، چیزایی که میگم و بهش بگو. جانم. سلام آقا محمد، خوبین؟ ممنونم. حسام گفت اومده پیش شما، هر چی زنگ میزنم جواب نمیده. بله پیش منه. شما بودید زنگ زدید؟ من دیدم رفته پایین ماشین رو پارک کنه. آخه گفت بیمارستانی. بیمارستانم؟ بله بیمارستانم. پس سرطان گرفتی. سرطان گرفتم، یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستم. پس بچه‌تون به دنیا آمده. آخه حسام گفتش که دیروز اومده دیدن بچه‌تون. بله دیروز امیرعلی به دنیا اومد. آخه حسام گفت از خانومتون جدا شدین. بله خانومم جدا شده. پس اون بنده خدا که شمارش تو گوشی حسامه دیشب پیام داده بود خانوم شما بود؟ بله خانوم من. پس چرا اسمش تو گوشیش محمود بود؟ محمود؟ بله. خواستیم حقیقتش با هم ست کنیم، محمد و محمود. توشیو بده. حالا فهمیدی چرا؟ محمد داداشم یا دمت گرم. لجن تو خیلی گاوی، بهت میگم بعدا. همه ما یه رفیق داریم که گندکاریشو فقط ما باید جمع کنیم. بفرست. با تو نفس کشیدن و دوست دارم.